درود به همگی. کامیونیتی هستم از سوئد. امروز اومدم بار یه تحویل بدم و میبینید که تمام بارا روی سبدهای چرخدار یا گاریهای چرخدار هستن و اصلا لازم نیست شما چیزی رو بلند بکنید. اگر چیزی هم روی پالت باشه مثل اینا که معمولا یا رو پالته یا رو اون گاریا، روی این پالت ها رو با تراک دستی که حتما همتون میشناسیدش میتونید بار رو بلند کنید و به جای خودش انتقال بدید و اصلا نیازی نیست که از قدرت کمر یا از قدرت پاهاتون یا از دستاتون استفاده بکنید برای بلند کردنش. شما فقط تراک رو هول میدید، برای هول دادن استفاده میکنید از بدنتون و وقتی که سر جاش قرار گرفت یه دسته داره که اون دسته رو میگیرید و بار به زمین میشینه همینطوری و تراک و خارج. به هیچ عنوان نیازی نیست از کمرتون استفاده بکنید و فرسوده بشید. خواستم این بار خالی کردن رو باهاتون به اشتراک بذارم و بدونید که اینجا چجوری کار میکنیم و چجوری بارا رو جابجا میکنیم. ما رو سابسکرایب کنید، دنبال کنید، به لایکاتون احتیاج دارم. روز و روزگارتون خوش. پاینده ایران.